برای اینکه بتونی نوت‌های موسیقی رو بخونی، اول باید ببینی چجوری نوشته میشن. سلام. به جلسه دوم آموزش تئوری موسیقی خوش اومدید. توی جلسه قبلی ما در مورد نوت‌های موسیقی صحبت کردیم و با اونها آشنا شدیم. تو این جلسه قرار هست که خطوط حامل و کلیدهای موسیقی رو بشناسیم. توی زبان فارسی ما زمانی که می‌خوایم یه چیزی رو بنویسیم معمولاً از یک خط زمینه استفاده می‌کنیم و حروف و کلماتمون رو روش می‌نویسیم. توی زبان انگلیسی از 2 خط استفاده میشه و حروف و کلمات انگلیسی بر اساس این 2 خط نوشته میشن. توی زبان موسیقی هم ما همچین خطوطی رو داریم. به این خطوط میگن خطوط حامل یا 5 خط حامل. خطوط حامل چیه؟ 5 خط موازی همدیگه است که از پایین به بالا شمرده میشه. یعنی پایین ترین خط میشه خط اول و بالاترین خط میشه خط پنجم. و نوت‌های موسیقی روی این 5 خط نوشته میشه. نکته که اینجا وجود داره اینه که نوت‌های موسیقی به صورت دو ره می فا sol لا سی یا A B C D E F G روی این خطوط نوشته نمیشن، بلکه به صورت یه سری دایره‌های توپر و توخالی روی خط‌ها قرار میگیرن و نحوه قرار گرفتنشون هم به این صورته که یا روی خطوط قرار میگیرن یا بین خطوط. یعنی چی؟ یعنی اگر مثلا من یک نوتی رو روی خط اول رسم کردم، برای نوشتن نوت بعدی نمیپرم روی خط دوم، باید بین خطوط هم نوت قرار بگیره و بعد میتونم روی خط دوم نوت بعدیم رو بنویسم و همینطور یکی در میان نوت‌ها رو بین خطوط و روی خطوط مینویسم و ادامه میدم. حالا از کجا بفهمم که این دایره ها چه اسمهایی دارن؟ نوت ر کدومه؟ نوت فا کدومه؟ نوت دو کجا قرار میگیره؟ ما برای این کار از کلیدها کمک میگیریم. کلیدهای موسیقی. کلیدها چی کار میکنن؟ میان موقعیت و جایگاه یه سری نوت‌ها رو برای ما مشخص میکنن و ما رو راهنمایی میکنن به سمت شناخت نوت‌های دیگه. ما 3 کلید توی موسیقی داریم. کلید دو، کلید سل و کلید فا که خب معروف ترین و پرکاربردترینشون کلید سل هست و ما فعلا به این نیاز داریم و با کلیدهای دیگه فعلا کاری نداریم. وظیفه کلید سل چیه؟ میاد سمت چپ خطوط حامل قرار میگیره و جایگاه و موقعیت نوت سل رو برای ما مشخص میکنه. جایگاه نوت سل کجاست؟ روی خط دوم. یعنی شما هر موقع کلید سل رو اول خطوط حامل دیدید، بدونید که خط دوم میشه نوت سل. حالا ما ترتیب نوت ها رو بلدیم دیگه، قبل و بعد نوت ها رو هم میدونیم. چیا بود نوت ها؟ دو، ر، می، فا، سل، لا و سی. درسته؟ بعد از سل چه نوتیه؟ نوت لا. گفتیم که نوت ها یا روی خطوط قرار میگیرن یا بین خطوط. حالا که نوت سل من روی خط دومه، نوت بعدی باید بین خط دوم و سوم قرار بگیره. پس نوت لا میشه بین خط دوم و سوم. بعد از لا چه نوتیه؟ نوت سی. این باید روی خط سوم قرار بگیره دیگه، درسته؟ پس روی خط سوم میشه نوت سی. بیایم قبل از سل رو هم نامگذاری کنیم. قبل از سل نوت فا هست که جایگاهش میشه بین خط اول و دوم. قبل از فا نوت می هست که روی خط اول قرار میگیره. بعد از سی چه نوتیه؟ نوت دو دیگه، درسته؟ گفتیم نوت ها مثل چرخه دور هم دیگه میچرخن. کجا قرار میگیره؟ بین خط سوم و چهارم. و همینطور نوت ها رو ادامه میدیم و میرسیم به خط پنجم که نوت فا هست. یه نکته ببینید، علاوه بر این نوت هایی که روی خطوط و بین خطوط قرار میگیرن، این 5 خط 2 ظرفیت دیگه برای نوت نویسی داره. یکی بالای خط پنجمه و یکی هم پایین خط اول که بالای خط پنجم میشه نوت سل که بعد از نوت فا هست و پایین خط اول هم میشه نوت ر که قبل از نوت می هست. بنابراین 5 از نوت های ما روی خطوط قرار میگیرن، نوت های می، سل، سی، ر و فا. 4 از نوت ها بین خطوط، فا، لا، دو و می. یه نوت سل بالای خط پنجم و یه نوت ر هم پایین خط اول قرار میگیره که جمعا با هم میشن 11 نوت. برای یادگیری بهتر نوت ها هم شما میتونید از همین روش استفاده بکنید. یعنی اول بیاید نوت های روی خطوط رو یاد بگیرید، بعد نوت های
بین خطوط رو یاد بگیرید و بعد هم 2 تا نوت بالا و پایین این 5 تا خط رو. و بهترین روش تمرین و یادگیری نوت‌ها روی خطوط حامل نوشتن هست که برای این کار باید یک دفتر نوت تهیه بکنید که یه سری خطوط حامل خالی داره و نوت‌ها رو روش رسم بکنید و اسامیش رو زیرش بنویسید و طبیعتاً هرچی بیشتر این کار انجام بدید یادگیریتون بهتر خواهد بود. خب با خطوط حامل و کلیدهای موسیقی آشنا شدیم و توی جلسات بعدی در مورد ریتم در موسیقی صحبت خواهیم کرد. موفق باشید.